با حدیث خوب توجه کنید. رسول اکرم میگوید کسی که در دنیا نماز ترک میکند ثم قضا، بعد بیگاه که شد قضایی میخوانش، عذب فی النار حقبا، این گونه انسان خداوند در روز قیامت یک حقب عذاب میکرده است. از پیغمبری خدا پرسیدن حقب چیست؟ حضرت گفتند 80 سنه، برای یک نمازی که وی قضا کرده است، برای یک نمازی که وی در وقتش بی پروایی کرده است، خداوند در قیامت 80 سال عذابش میکرده است. الحق 80 سنه، پیغمبر گفتند 80 سال برای یک نماز قضا کرده خداوند عذاب میداده است. السنه، باز رسول اکرم دوام دادن، السنه 360 یوما، یک سال پیغمبر خدا گفت میدانین که 360 روز است. لیکن حضرت گفتن روزهای قیامت گفتن یک روزش 1000 سال این دنیا دا برابر می شود. یک روز قیامت برابر 1000 سال این دنیاست. در کتاب در زیر همین حدیث صاحب کتاب خود رقم مانده است. گفته است برادرای عزیز، گفته است بیدار شوین که برای آدمی که نمازش را قضا می کند، برای آدمی که در وقتش نمازش نمی خواند، کار دنیایی برای او با ذوق شوق پیدا می شود و نماز بعدا می خواند، حضرت گفتند 80 را به 360 ضرب کنید و بعدا حاصل این به 1000 ضرب کنید، در آخر برآوردن رقمش 28800 سال برای یک نماز قضا عذاب کرده میشه. 28,800,000 سال. گفتن برای یک نمازی که انسان بی پروایانه قضا میکنه. پس وای به حال بی نماز.